مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم دالشونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه، سالم و سرحال باشید و کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده رو هم سابسکرایب کرده باشید که اگر سابسکرایب نکردید حتما روی دکمه قرمز رنگ این پایین بزنید. تو آپدیت جدید شده سفید رنگ روی سابسکرایب بزنید، زنگوله رو هم بزنید که بتونید هم ویدیوهای قبلی ما رو ببینید هم ویدیوهای جدیدمونه. امروز در برنامه پشت پرده میخوام راجع به یک موضوعی که تقریبا میشه گفت هم سیاسیه و هم سیاسی نیست صحبت بکنیم و اون هم ماجرای حالا خداحافظی یا اخراج این چهره خانم سیما ثابت به عنوان مجری و حالا میشه گفت برنامه ساز در تلویزیون ایران اینترنشنال میخوایم با شما صحبت بکنیم. خانم سیما ثابتی که اسم و فامیل اصلیش هم سیما شهرکی، متولد 10 اردیبهشت ماه سال 1358 که ماجرای خداحافظی و خروج ایشون از تلویزیون ایران اینترنشنال جنجال‌های زیادی رو به پا کرد و حتی پستی که ایشون در توییتر منتشر کرد بود بیش از 1,400,000 بار دیده شده که حالا همه اینها رو بررسی خواهیم کرد. یک فایل صوتی عجیب و غریب هم از ایشون به بیرون درس کرده که اون رو بازنشر خواهیم کرد و خلاصه داستان‌های عجیب و غریبی در پشت پرده امثال ایشون هست. عموما ما در برنامه پشت پرده خیلی موضوعات سیاسی رو بررسی نمی‌کنیم چون اعتقاد داریم که سیاست به شدت بی پدر و مادره و سیاست اصلا بی در و پیکره و اصلا معلوم نیست کی با کجا چه جوری بسته. اینو منی میگم که پشت پرده خیلی از این افراد و سیاسیون رو میدونم. فلان شخص سیاسی که خارج از کشوره وابسته و دلبسته و پیوسته به اون آدمیه که داخل، اون آدمی هم که داخل داره فعالیت سیاسی میکنه از یک جریان و سازمان و نهادی خط میگیره. ولی ما در برنامه پشت پرده همیشه سعی کردیم که در قالب یک رسانه فعالیت بکنیم. امثال خانم سیما ثابت به نظر من خیانت کردن به رسانه. چطوری بهتون میگم؟ یک شخصی که وارد رسانه میشه باید اولا بدونه که کاری که انجام داره میده بر اساس چه چارچوبی هسته. شما وقتی که وارد یک رسانه مثل تلویزیون ایران اینترنشنال میشی یا قبلش حالا ایشون توی BBC بوده، قبلش حالا آشپزی میکرده، اگه بخوام برگردم به عقب‌تر ایشون توی ایران لیسانس صنایع غذایی داشته، توی کارخونه مثلا مواد غذایی کار میکرده، اهل سیستان و بلوچستان بوده، بعد رفته مشهد درس خونده و خلاصه سر از BBC در آورد و بعدش هم تلویزیون ایران اینترنشنال. یک گذشته کوچیکی از ایشون بود. اما خیانت ایشون چی بوده؟ و اصلا چی شد که من تصمیم گرفتم که تو برنامه پشت پرده همچین موضوعی رو مطرح بکنم؟ به خاطر اینکه خیلی از افراد وقتی اسم خبرنگار رو میشنون یا اسم تلویزیون رو میشنون فکر میکنن که اون طرف باید اپوزیسیون باشه. حالا شاید خیلی هم تعریف اپوزیسیون ندارن، یعنی حتما مخالف یک جریان باشه یا یک شخصی باشه که مبارز باشه یا یک شخصی باشه که لیدر باشه یا یک جریانی رو هدایت بکنه. این تفکر غلطی هستش که امثال افراد کاسبی که فقط برای پول دست به این نوع اهداف و این نوع حرکات میزنن مثل مسیح علی نژاد یا خیلی از کسانی که توی تلویزیون‌های ایران اینترنشنال و BBC و مناتو این تلویزیون‌ها کار میکنن دارن رقم میزنن. به خاطر اینکه این افراد کاسبن. رسانه یک معنا و مفهوم داره، خبرنگاری یک معنا و مفهوم داره و چون این افراد منافعشون به خطر میفته تعریف رسانه رو هم عوض کردن، تعریف خبرنگاری رو عوض کردن. خبرنگاری یعنی که شما بتونید عادلانه به دور از حب و بغض شخصی و در کمال انصاف و عدالت فقط اخبار رو منتشر کنید. دیگه کاری نداشته باشید که آخونده آدم خوبیه یا بدیه، یا اون طرفدار پهلوی آدم خوبیه یا بدیه، یا اون طرفی که حالا فلان جریان. خبری که هست رو باید به مردم منتشر کنید. تو مملکتی که 85 میلیون جمعیت داره، این همه مدیر و مسئول داره، ما میگیم آقا 99.99% اون آدم ها فاسد، دزد، راندخار، فاضل آبزاده 1% یه آدمی اونجا یه کار مثبت کرده، شما چرا تو رسانه هاتون پوشش نمیدید؟
فقط خبرهای منفی، نمیدونم توهین میکنن به باورهای مذهبی مردم، توهین میکنن به اون نگاه مذهبی که مردم دارن. آقا مذهب باید خط قرمز شما باشه. طرف ویدیو گذاشته بوده توی پیجش، نوشته بوده که نفرین به دین و آیین شما، نفرین به باورهای مذهبی شما X و Y و Z. بعد نوشته بوده که چند روز بعد تو پیجش نوشته بوده که مادر جان روزت مبارک. حالا روز مادر مثلا چی بوده؟ طرفدار مثلا تولد فلان پیامبر توی ایران بوده، فلان نمیدونم کس روز پدر مثلا. آقا اگه نفرین به دین و آیین بوده، خب چرا مراسم‌های مذهبیشون شما میبینید؟ از اون طرف چون شما آدمایی هستی که با حب و بغض شخصیتون اومدید رسانه داری میکنید، هیچ وقت نمیتونید آدم‌های موفقی تو رسانه بشید و برای همینه که هیچ وقت نمیتونید محبوب باقی بمونید. یه پیرمرد توی اون مملکت یه پیکان درب و داغون هم اگه داشته باشه، با هزاران فقر و بدبختی هم زندگیشو برده باشه جلوی همون داشبوردش یه قرآن داره که صبح به صبح وقتی که میخواد سوار ماشین بشه و شکم گشنه زن و بچه‌شو سیر بکنه، میره اون قرآنه رو ماچ میکنه و میگه خدایا به امید تو امروز من میرم زندگیمو آغاز بکنم، یک روزی برسون. با این حال، با اینکه از اون آخونده بدش میاد، با اینکه از اون سیستم و حکومت بدش میاد، بالای اون سیستم و حکومت رو فحش میده، اما هنوز باورهای مذهبی خودش رو داره، اما هنوز اعتقاد داره. اما امثال این آدم ها وقتی توهین میکنن به باورهای مذهبی اون آدم ها، خب معلومه اون آدم ها میگن این به باور مذهبی من احترام نمیذاره، بعد من بیام به حرفش گوش بدم. حالا با اینا کاری نداریم. خانم سیما ثابت تصمیم گرفت که از تلویزیون ایران اینترنشنال خداحافظی بکنه. یه متن بلند بالایی هم منتشر کرده که این متن خودش حاوی باگ های زیادی. گفته که از تلویزیون ایران اینترنشنال استعفا دادم و تعطیلی و پایان کار برنامه چشمانداز با سیما ثابت رو اعلام میکنم. ناگزیر شدم بین کارم در شرایط خاص و کرامت انسانی دومی رو انتخاب کنم، یعنی کرامت انسانی رو. در این دوران تلاش کردم صدای مردم ایران باشم. حالا مثلا صدای مردم ایران رو براتون تشریح بکنم چی بوده. یه سری اخبارهای فیک و دروغی که منتشر میکنن، مثلا نوشته بوده فوری زاهدان هلیکوپتر با تک‌تیرانداز به مردم شلیک میکنند. هلیکوپترها مهسا امینی هاشم مثلا. بعد این تصویری که شما دارید میبینید تصویر هلیکوپتر کبرا. اصلا هلیکوپتر کبرا جای سرنشین نداره که بخواد تک‌تیرانداز بکنه. بعد اصلا از روی هلیکوپتر بخوان مردم رو با تک‌تیرانداز بزنن، اصلا توی فیلم‌های هندی هم قفله همچین چیزی که بتونن با تک‌تیرانداز از روی هلیکوپتر. اصلا تو دو سه تا فیلم هندی هم که دیده بودم، خب معلومه این خبرها رو پخش میکنی بهت میخندن. بعد شما میگی من صدای مردم شدم. درسته حالا اون آخوندا هزار تا کار انجام میدن، مردم رو میزنن، میکشن، هزار تا بلا توی جای مختلف سرشون. این دلیل نمیشه که شما روی اون موج سواری بکنی و هزار تا چرت و پرت و دروغ بگی. حالا از وجدان فاصله نگیریم و حقیقت رو روایت کنیم. بین مردم و حکومت سرکوبگر بی‌طرف نبودم. منطقی میتونه باشه، بدون هیچ تردیدی روزنامه‌نگار حقیقت محور بودم و فلان و فلان، اما باور داشتم. حالا با اینا کاری نداریم. داره توضیح میده که نمیدونم من شرفمو زیر پا نذاشتم و برنامه چشم انداز با سیما به لطف شما مردم پربیننده ترین برنامه بوده و طولانی میتونید بخونید دیگه، قطعا خب خیلی‌ها خوندید. اینجاش باحاله. برنامه مؤثر که جمهوری اسلامی از هیچ تلاش آشکار و نهانی، از هیچ توطئه و تهدیدی برای تضعیف و حذف آن دریغ نکرد. تهدیدهای جانی که سپاه پاسداران علیه من و همکارانم اعمال میکرد بیانگر چیزی غیر از ترس آنها از انعکاس صدای حقیقت و مردم ایران نبود. در ماه‌های اخیر بعد از انتقال برنامه‌ها از لندن به واشنگتن، از هیچ تلاشی برای خنثی کردن خواست جمهوری اسلامی و روشن نگه داشتن این شمع کوچک فروگذار نکردم و سربلندم که به قدرت به هیچ قدرتی هرگز باج ندادم و بخشی از هیچ مصالحه‌ای علیه مردم نشدم. خب این انتقال برنامه از لندن به واشنگتن، شما توجه کنید در مردم عزیز ایران، اگه حرف من غیر منطقیه بگید غیر منطقی.
طرف نشسته بود تو تلویزیون ایران اینترنشنال به عنوان کارشناس سیاسی. من عموما میدونید که برنامه‌های اگه بخوام سیاسی بحث بکنم یا موضوعات سیاسی رو بررسی بکنم واقعا میتونم با این افراد مناظره بکنم، ادعا ندارم، ولی با چند تا فکت خیلی ریز نه درشت. طرف به عنوان کارشناس رفته تو تلویزیون ایران اینترنشنال نشسته و میگه که خب مردم ما فراخوان دادیم، شما فردا ساعت 9 صبح بریزید تو خیابونا. حالا این میتونه معنا و مفهوم مختلفی داشته باشه. بعد لوکیشن هم اعلام کرده فلان جا و فلان جا و فلان جا. بعد مردم رفتن ریختن توی خیابون ها گرفتنشون. یه عده اومدن برای اینا کامنت گذاشتن که آقا شما بیرون گود وایسیدی چرا میگی لنگش کن. یه عده به حرف اینا گوش دادن و رفتن جلو. بعد واکنش این افراد چیه؟ بالاخره باید این موضوع لیدر داشته باشه که این قضايا رو هدایت بکنه. یعنی همش تنها فکتشون این شده که این موضوع باید یه لیدر داشته باشه. بعد از کف لندن با اون همه امکانات، با اون همه امنیت، حمایت پلیس مخفی، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی، با این همه پول و با این همه محافظ میگن که سپاه ما رو تهدید کرده، ما جونمون به خطر افتاده، دوممون رو گذاشتیم رو کولمون، فرار کردیم، تلویزیون رو بستیم، رفتیم امریکا. شما کف لندن با اون همه امنیت در رفتی امریکا، بعد انتظار داریم مردم داخل ایران که همه چیشون کنترل، تلفنشون، نمیدونم آنتن‌های BTS اونجا پر از آدم اطلاعاتی، لباس شخصی، به قول خودتون با تک‌تیر انداز و ایکس و وای زد میزننشون، انتظار داری که به حرف شما گوش بدن و برن تو خیابون‌ها. همین الان نگاهتون بکنم میگه آقا تو که در رفتی از انگلیس رفتی امریکا، میونه این همه امکانات و امنیت رفتی امریکا، بعد ما به حرفت گوش بدیم؟ بعد من بیام این حرفو بزنم میگن که آقا تو داری مردم رو دلسرد می‌کنی. بعد میگه نمیدونم ما رو تهدید کردن، این کارا رو کردن، بعد من کرامت انسانیمو به خطر ننداختم، کرامت انسانیمو حفظ کردم، بعد ما استعفا دادیم، اخراج نشدیم، نمیدونم توی این شبکه 1000 تا کار انجام میدادن و نمیدونم. حالا معلوم نیستش که کرامت انسانی از دید ایشون توی این شبکه یعنی چی. تلویزیون هم هست با دریایی از امکانات، با پول بیننده جذب کردن، با پول بیننده آوردن توی تلویزیونشون. هر کسی هم ورشتن آوردن به عنوان کارشناس و هر شروریو که شما بگید توی این تلویزیونشون گفتن اینا جمع کردن فرار کردن رفتن ونزوئلا. خبرشون بود. ما فایل صوتی محرمانه از اینا پیدا کردیم. مثلا فایل صوتی بوده 2 تا مأمور اطلاعات بودن با مثلا 2 نفر آدم مثلا بیت. بعد این فایل صوتی اومده بیرون. خب احتمال اینکه این فایل صوتی بیاد بیرون 1 در تریلیارده. مثلا یکی از اون 4 تا بعد این فایل صوتی رو بده بیرون. بعد اینا به عنوان مثلا فایل صوتی محرمانه اینو دادن بیرون. بولتن محرمانه مثلا گفتم ما بولتن محرمانه داریم که من تحلیل آنالیز کردم که اصلا بولتن محرمانه شروور بود. مثلا تو بولتن محرمانه گفته بوده که آره مثلا قیمت سکه خب 2000 تومان افزایش پیدا کرده، اصلا چیزی رو پیش بینی نکرده کرده دیگه. اون آدم عادی خبرگزاری‌ها رو اینا جمع کرده بودن، گذاشته بودن توی یه دونه فایل PDF، اینا هم به عنوان بولتن محرمانه پخشش کرده بودن. اونا هم قبلا براتون تحلیل آنالیز کرده بودن. بعد اسم خودشون رو گذاشتن کارشناس. حالا فایل صوتی که از این خانم سیما شهرکی یا سیما ثابت که اومده بیرون رو بشنوید. خودتون دستتون میاد که کیا تو این تلویزیون ها با چه افکاری به عنوان مجری و کارشناس امور مسائل مختلف دارن برای شما اظهار نظر میکنن. بشنوید. اولا به طور قانونی اون قرار باید قبل طرف صحبت رو بیاریم. مقبولت کسی نیست که از مواضع جمهوری اسلامی حرف بزنه. من خودم هر روز که هستم به خصوص در مسائل واقعا امنیت ملی و سعیشناس گذار مذاکرات بین‌المللی‌ها در بینر دنبال آدم‌هایی می‌گردم که اون برای قضیه رو بگن. ما نمی‌تونیم 4 نفر آدم بذاریم که حرفای ما رو بزنن، حرفای این برگه بزنن. هیچ که نداریم. اونو خیلی زیر نظر اساتید دانشگاه در نظر موافقن که حکومت اسلامی ایران میبایست بماند. یعنی الان بهترین آپشن برای این کشور اینه. هیچ اتفاق نباید بیفته برای این حکومت. منم یکی از اونم. من نگاران استاد دانشگاه نیستم ولی منم یکی از اونام که بعد آخوندا بمونن. خب آنهای ساله که همه من معتقدم به این مسئله. و هر چقدر اتفاقات منطقه جنوبی بیشتر ثابت میشه. ایران نوعی که باید باز تعریف بشه، یکی از چیزایی که بقیه‌شون توجه داریم و من به شما واقعا میخوام که شما در این کار شرکت داشته باشین، اینه که ما باید از همه ایرانی‌ها بخوایم
میشه، صدای ما هم شنیده نمیشه. مرسی. اگه ممکنه خواهش کنم به دور و برم بگی چیز شعار ندن. ببخشید. همین مسئله که الان داشتن شعار میدادن می‌بینید تصاویر زنده است. ما هم زنده داریم برخوری از توی خیابون‌های برلین داریم. در نتیجه ما میگم که ما در برابر یک دیگه خودتون تا تهش بخونید داستان از چه قرار بوده، تا تهش. مش نمونه خرواره و ایشون هم از همون دسته آدم هایی که معتقده که بعد جمهوری اسلامی بمونه. تو فایل صوتیش خودش گفته من که نگفتم. ایشون هم به حال کرامت انسانیشون رو حفظ کردن و اینا. این شده داستان این افراد که دارن این مسیر رو میرن. امیدوارم موفق باشه تو کار خودش و کار جدیدی که میخواد انتخاب بکنه. حالا BBC رو رفت، ایران اینترنشنال هم رفت، احتمالاً تلویزیون بعدی یا مناطق یا صدای امریکا. بله، دمتون گرم، مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید که کیا واسه ما شدن اپوزیسیون و میخوان دولت تعیین بکنن. خیلی مخلصیم.